حمید. دینمی کابلیتان تا امروزه به هزارها نفر گرویده اونمو قسم آدم است، اونمو قسم آدم. شما بگوید دیگه اگر کسی پیدا شوه یک پیر و بگوید تو را میگه که شیخ عبدالقادر جیلانی را در مشکلات صدا بکو او بر مشکلت حل میکنه، این شرک است یا توحید؟ این ایمان، این دین است یا بیدینی؟ به هزارها نفر امیالی امی قسم پیر دستش بوسه میکنه. دو، کسی که عقیده را داشته باشه که در جنگ بدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست و پاچه شد، نمیتونست که کامیاب شوه، خب پیری ما قطع از او کمک کرد. پیری که 1400 سال بعد پیدا شده، 1400 سال پیش با پیغمبر کمک کرده، این دین است یا بیدینی؟ ولی امیالی در کابل امی قسم مردم که اینمی عقیده را داره مولای شماست، لنگای کتر را زده، خدا عالم معرفی کرده، خب کس سوال نمیکنه. عجیب است که امروز مردم کدام طرف روان است، چی میکنه؟ قرآن برای ما بیان کرد که 2 نفر در ظاهر خدا خوب آراسته کرده بودن، تو دیندار خدا معرفی میکردن که پرسان نکو، لیکن در حقیقت کارای چی را میکردن؟ سحر میکردن، مردم تباہ و برباد کرده بود، یا از بین برده بود. این 2 ترجمه است. سوم ترجمه برو ملک است، ملک الله روان کرده برای امتحان. خب به این خاطر نه، ملک الله روان کرده که مسئله سحر خیلی زیاد اوج گرفته بود، مردم مسئله سحر، مدرسه سحر بیخی زیاد بود. زمانی که پیغمبر معجزه خدا ارائه میکرد اشتباه سری مردم می آمد که یاران آلی معجزه است یا سحر، این پیغمبر است یا ساحر. الله 2 ملک روان کرد در شکل انسانا به مردم نشان میداد که معجزه بینمی سیستم است، سحر بینمی سیستم است. اما راه های سحر برشان نشان میداد که اینی سحر از اینی را میشه و معجزه از اینی را صورت میگیره. خو لیکن امی ملائک، امی مردم، هر کس که امی تعلیم میداد برشان میگفتن که ما خویی ذریعه را که براتان نشان دادیم این به خاطر ازی که تو خود از سحر نگاه کنی، نه ای که نعوذ بالله با سحر تو پیشه خود بگیری، کسب خود بگیری، مردم از سرش تباه بکنی. از او خاطر مثل که یک دکتر به کسی نشان میده که سایکو کشتن یک انسان اگر تو بخوی اینی طور کشته میشه، یک رای کشتن اوش کنی که در وقت عملیات اینی جرا دست نزنی، چرا اگر دست بزنی آدم زود تکده میمره. آلی دکتر منظورش است که شاگردم تو نشوه که در وقت عملیات از امو موقعی که آدم کشته میشه دمو موقع دست بزنه، از او خاطر ایره نشان میده. لیکن شاگردش چی میکنه؟ فر از امو جای میگیره که زود تکده چی شوه؟ بمره. اینا بهترین موقع دیگه، هر جای که نفرم یک کمی قارش می از اونمو موقعش میگیره و چی میکنه؟ دست او را میکشه. نه، اینی قسم امو ملائک به مردم میگفت که ما در برای امتحان آمدیم، سعی کنی که شما سحر نکنی، فلا تکفر مانا، سحر نکنی، چرا که سحر چی هسته؟ کفر هسته، او شما کفر نکنی. بنابر ارسه قول آیات ها را ترجمه میکنم. واتبعوا، تابعداری کردن ما از آن چیزی که تتلو شیاطین، که شهرت میدادن، تلاوت میکردن یا تابعداری میکردن. ارسه مانا درست است، تتلو شهرت میدادن، میخواندن و تابعداری میکردن. از شیاطین و شیطانا علی ملک سلیمان، در زمانی پاچایی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، کفر نورزیده یعنی سحر نکده سلیمان علیه السلام، چرا که سحر کفر است. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن که عین کفر است. یعلمون الناس سحر، خود چی میکنی؟ به مردم دیگه هم تعلیم دادن سحر، به خاطری که مردم زیاد گمراه شوه او گمراهی در مردم زیاد شوه او رونق پیدا بکنه کاری از او خاطری کارا را میکرد. و ما انزل، نازل کردن نشده. پس کدام شبه که میکردن که سلیمان علیه السلام نعوذ بالله سحر کرده، الله رد کرد که سلیمان علیه السلام سحر نکرده. و ما انزل، دیگه شبه شانی بود که ملائک آمده و اینی کارا را کرده، الله میگه نه. و ما انزل، نازل نشده علی الملکین، بالای 2 فرشته که مردم میگه که سری 2 فرشته سحر آمده، دروغ میگه. به بابل، در مقام بابل، شهر بابل که همون 2 ملک یا معرفی میکنن هاروت و ماروت، اج نشده. امام قرطبی رحمت الله علیه میفرما بهترین توجیه نمی توجیه راستیام در این صورت اج مسئله اج نه ملک است
و نه تعلیم سحر هیچ چیز نیست، یا از جان خود دروغ میگه. بعد از او باز آیات چطور و ما یعلمان، این شیطانا تعلیم نمیدادن دو تا نفر که یکی با دیگه یک جا میشدن، تعلیم نمیدادن یکی دیگر را، حتی یقول انما نحن فتنه، تا یکی با دیگه خدا میگفتن ای که امتحان شده هستیم فلا تکفر، ناشکری نکنه. همین دو نفر که یک جای میشد باز دیستی شروع میکردن تعلیم چی؟ سحر. باز یکی دیگه خدا میگفت که سیکو از من یاد بگی، چرا؟ به خاطری که من خو امتحان دادم، خبر نشدی که چطور تاثیرات داشت. پس سپاسگزاری از ایرا بکن. در این صورت یا آنقدر پشت اینمی مسئله را گرفته بودن که همی دو نفر رو برو میشد، باز یکی شروع میکرد دیگه خدا سحر نشان میداد و ایران برش میگفت که سیکو سحر می تو رادی نیست، امتحان شده است، اثرات خود گذاشت، از او خاطر تو ناسپاسی نکو، ناشکری نکو، بگی بان که یک چیزی را یاد بگیری. اینی گپ شروع کرده بودن هر کدامشان، بجای از اینکه کتاب الله را بخوانه، یاد تعلیم سحر خیلی زیاد چی بود، مثل که عالیه مردم یکی به دیگه خود کمی دو نفر میشینه، در برادر دیگه خود طریقه موبایل نعوذ بالله راههای غلط برش نشان بده، کمی دو نفر یک جای میشه برش میگه اینی شبکه را پیدا کو، اینی چینل را پیدا کو. عجیب چیزاست. حالی خود شبکه های اینترنتی همینطور گپا هست یا نیست؟ ها، کمی دو نفر جوان یک جای میشه، یکیش که بلد است امو دیگر وقت بلد میسازه که از تا جدا نشده باشه، امو نعوذ بالله چینل غلط برش نشان میده. الله تبارک و تعالی مذمت یهودا به می خاطر بیان میکنه که یاد در گناه آنقدر غرق شدن که یکی دیگه خود سحر تعلیم میداد. این بهترین توجیه است، نه مسئله ملک پایین شدن میه، نه گپا، امو شبهات یهود مکمل رد میشه. باز میگه آلی خو خیر خلاصی چی بود که در اون زمان سحر سحر سحر، باز خود دنیا یک دم سحر، مردم کل مریض رقم بود. الله میگه اینطور نبود که یا تعلیم میدادن حتما دیگه سحر تاثیر میکرد، باز اینطور بود. و ما یعلمان فیتعلمون منهما، یاد میگرفتن منهما از همین دو شخص، ما آن چیزی را یفرقون به بین المرء و زوجه، که جدا میکردن در بین شوهر و زنش. اینی کارا را یاد میگرفتن، دیگه کدام کار نمیتونستن. و ما هم به دارین نبودن یا ضرر رساننده بی توسط سحر خود من احدین، به هیچ کسی، الا باذن الله، مگر که الله اجازت کرده باشه، یعنی تقدیر الله رفته باشه که الله فیصله کرده باشه، باز سحرشان اثر داشت. یک ترجمه بود. دوم ترجمه واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تابعداری کردن از آن چیزی که تلاوت میکرد شیطانا، شهرت میداد شیطانا، علی ملک سلیمان، در زمانی پادشاهی سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، سحر نکرده بود سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا سحر کردن. خود سحر کفر بود، پیغمبر کفر نمیکنه یا کفر میکردن. یعلمون الناس سحر، مردم هم تعلیم میداد سحر. و ما انزل، تابعداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود، یعنی الهام شده بود. اینجا نزول مثل وحی واره نیست، در دلش انداخته شده بود. علی الملکین، بالای دو شخصی که خود به مثل ملک معرفی میکرد، به بابل، در شهر بابل، که همون دو شخص به نام هاروت و ماروت شهرت پیدا کرده بودن. یهود بجای از اینکه کتاب خود پیروی کنه، تابعداری شیطانا و تابعداری همین دو شخصی که در شهر بابل شهرت زیاد پیدا کرده بودن، در ظاهر خیلی مردمای نیک، اما در حقیقت چی بودن؟ مردم نعوذ بالله گپای غلط نشان میداد. گپای غلطشان چی بود؟ اگر دیگه هیچ کار نمیکردن، تنها جدا کردن زن و شوهر بگوی نشان میدادن که چه قسم یارا با هم جدا بکنه. پس کلی عمل کردی از جان نفاق و بدبختی، جدایی دیگه کار نبود. این دوم ترجمه است. بازی طور و ما یعلمان، تعلیم نمیدادن همین دو نفر، من احد، هیچ کسی را، حتی یقولا، تا ای که برشان میگفت انما نحن فتنتون، ما خو یقینا آزموده شده هستیم، مردمای ما را سابق آزمایش کرده که مردمای نیک هستیم، صلاح شما را میخواهیم، خیرخواهی شما را میخواهیم، فلا تکفر، خیر گپای ما را مکمل بپذیری، ناسپاسی انکار نکنی از گپای ما، از گپای ما انکار نکنی. چرا؟ ما را خو سابق امتحان کرده و خو سابق چی خدا پخته کرده بود، نه اعتماد خدا، اعتبار خدا، خو آلی شروع به نعوذ بالله گپای غلط کرده بود. از امو خاطر است که در اول مرحله مردمای گمراه حقیقتای خود برملا برای کسی نمیکنه. یادتان باشه
یک موضوع را بیخی باید قطع خود نوت بکنیم. فرق در بین فرقه حق یا طایفه و تنظیم حق و باطل کدام است؟ تنظیم حق از روز اول راه روش منهج همه گپایش معلوم است، قطعا از کسی هراس نداره، هر کاری خود برملا دادم روی مردم انجام میده. ما الحمدلله گپی ما حق است، ترجمه قرآن برای ما که در هر مسجد کسی جای میده همونجا ترجمه قرآن میکنیم، پنهان نمیکنیم. خب کدام تنظیم گروه طایفه که اول کاری خود از زیر تاکو شروع میکنه، خود ظاهر به مردم کردن نمیتونه، بفهمی که اونجا خلل وجود داره. اگر خلل وجود نداشته باشه چرا علنی اظهار نمیکنه که منهج ما اینه میسته، کار ما اینه میسته؟ شما گروه های باطل خوب ببینی، اول مرحله اصلی حقیقت برات نمیگه، به نام اسلام شروع میکنه، یک قدم پیش میری، دوم قدم، سوم قدم، در چهارم قدم که فهمید که آلی خوب گرویده شده، بعد از او یک گپک برات میگه. بعد از یک گپ، یک شخصی دمی روزا از مزار پیشم آمده بود، برای ما واقعی خود بیان کرد که در یکی از گروه ها موجود بود. گفت من بسیار پابندی گروه بودم، در یک مجلس خصوصی که طلب شدیم، نعوذ بالله، گفت یک دفعه گپ چی شد که آیا قرآن خوانده شوه یا کتاب فلان چی امو رهبری ما. گفت کلگی گفتن که قرآن چیزی نیست، اصلی چیزی که خیلی مهم است و سبب کامیابی است کتاب امی رهبر است. بعد از او گفتن که این گپ به دیگران نمیگه، این فقط چی است؟ امانت است در بین خود ما. و مردکه گفت من یک دفعه دق خوردم که عجیب گپ است، کتاب الله را او طرف کن نخوان و کتاب رهبر را بخوان. بعد از او گفت این گپ گفتن که نه، رهبری ما از دنیا نرفته، غایب شده، غایب. ای پس ظهور میکنه. در ذهنم باز گپ خطور کرد. گفت رفتم پیش یک مولوی صاحب، از مجلس که بیرون شدم پیش یک مولوی صاحب رفتم، به مولوی صاحب واقعه را گفتم که اینطور گپ است. مولوی صاحب گفت که زندیقت خیلی نمیره، میگه که کتاب الله را نعوذ بالله پایین میدانه مرتبهشه و کتاب رهبری خود بالا میدانه و نعوذ بالله او مرده یا وفات کرده و تو عقیده داری که نه وفات نکرده. او دیگه اصلی حقیقی زنده و نمو شده. این کالبد جسمی که است، میگه روحی از این کالبد که بندی خانه بود برآمده، تا آلی رای بندی بوده هیچ کار نمیتونیست، آلی از این کالبد برآمده، هر نوع تصرف داره، در هر جا حاضرم شده میتونه، کارم میتونه. این عقیده اکثریت همین مردمایی هستن، همین فرقه های گمراه. شما یک کمی تحقیق کنه، خوب گوشیتان آواز کنه، خوب بفهمی، تحقیق کنه، قدمای بعدیشان باز گپای دیگه میبرایه. گفت بعد از او گفت که زنگ زدن. گفت من یه جوکی نمیکردم، یک مرتبه کدامی قدم سر خورد از امو برادرها. گفتم که عجیب، این خو کفر است، این کفر صریح است. گفت تو نمیفهمی گپاره، سیکو شریعت جداست، طریقت جداست، تو این گپاره باز درک کرده نمیتونی، از کدام طرف مردم گل میزنه. بس این فرمول شد براتون. فرقه حق پنهان نمیکنه، در تاکو نمیره، گپش واضح است، حقایق برملا میکنه، از کسی هراس نداره، هر چیزیش امروز و سبا و 100 سال بعدش هم یک چیز است، تغییر دایش نمیاد. اما فرقه که نعوذ بالله باطل است، نمیتونه همین بطلان خود در اول مرحله به مردم بیان کنه. اگر مردم بیان کنه خب مردم قطعش نیسته، نه، مرحله بعدی در زمانی که امو استعداد، امو قابلیتی که در وجودی تو ستوره خب محو کنه، بعد از او باز تو را کش کده میبره هر طرف که برد. چرا؟ تو این قدر باز فرفته میشی که امو پیری خدا نعوذ بالله الله میدانی. چی میدانی؟ الله. اینی گپاسته، خوب بدانی. از او خاطر اینجا اینی 2 نفر که در قلبشان سحر الهام شده بود، الله در قلبشان انداخته بود برای امتحان و در ظاهر خدا خوب معرفی میکردن، اعتماد خدا خوب پخته کرده بود. باز پسان مردم هم میگفت که سیکو سری گپای ما بی اعتمادی نکنه، ما خود مردمای آزموده شده هستیم. اگر کدام گپ در ظاهر خلاف از ما دیده، نگوی که غلط است. چرا؟ شما این گپا را نمیفهمی، شریعت جداست، طریقت جداست. این از نگاه طریقت است، نه از نگاه شریعت.
باز اینجا میشه نعوذ بالله اغوا کردنه. این دوم ترجمه. سوم ترجمه ملک است. ملک الله روان کده برای از اینکه فرق در بین سحر و چی بکنه، در بین معجزه بکنه. و ما تبع ما تتلو الشیاطین، تابعداری کردن از آن چیزی که میخواندن شیطانا علی ملک سلیمان، در زمان پادشاهی سلیمان علیه السلام. یهود و نمو چیزا را محکم گرفتن، کتاب خود همو طرف انداختن، نعوذ بالله بی‌اعتنایی کردن. و ما انزل و ما کفر سلیمان و نعوذ بالله غلط تهمت دیگه هم کردن که کاری سلیمان علیه السلام است. الله میگه و ما کفر سلیمان، سحر نکده سلیمان علیه السلام، چرا که سحر کفر است، او کفر خو گناه بزرگ است. انبیاء علیهم السلام از گناه خرد معصوم می باشه. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا کفر کردن یعنی سحر کردن. یعلمون الناس سحر، مردم هم تعلیم دادن سحر. در اینجا امید جنیات بود که مردم طریقه سحر نشان داد، مثل که آلی نشان میده اینی کارا بکنی اینی طور بکنی، در ورقتان این میره نوشته کنه، باز گپ میشه میچله و خودی امید جنیات همونطور میکنه. می از سری یک نفر خدا میپرته او را میزنه در زمین، گاهی داتش مندازه شه، گاهی از دیوار مندازه شه، زخمی زده میکنه. باز میره پیش ملای جادوگر، ملای جادوگر بنابر هدایت جنیات برش میگه در فلان جای برو یک قبر کونه را برات میگه. در الله معلوم که در اونجا قبر انسان است یا نیسته، کله خر شاید دفن شده باشه یا مرده کافر می باشه. خو این خبیث برات میگه اونجا برو، این باز جور میشه. اونجا که بری امید جنیات خود دور میکنه، مردکه جور تیار میشه. بس تو که پس بیایی آوازه را پخش میکنی و مردم ها بچه من اینمی ترشیده بود، دخترم اینی ترشیده بود، پیش فلانی ملا رفتم گفت دا فلان زیارت ببر. اونجا که بردم تو باور به الله بکن که تک پترهی شد. چی میگه؟ تک پترهی شد. تک پترهی بخواد تالی را جنی را گرفته بود، میزد چه بگوی لط میکد چه دا گریان میآورد چه چیغ میزد چه مویایش کش میکد، ای گپارا میکد. اونجا که رفت الاکت چه اینا بعد از این دیگه خلاص مردم است که پرسان نکو. سبا سایکو که بیرق جور شده دیگه، سبا سایکو که خشتیش یکی آورده، لوحیش دیگه آورده، ایره ایتور بابا معرفی میکنه. ای بابای کی دانیسته، کی دانی کجا میدانی که چی کی هسته ای؟ اون نموسته معرفی میکنه. شب بعد از او مجاورا پیدا میشه. چرا دکانداری چی هتل والا باز دیگه از او طرف پیدا میشه که خب موقع است، موسم است. اونجا حکومت در سرک نمیمونه مرده چی میگه کراچی، این آزاد چای کیتا یکی بردو بفروش. از او طرف سایکو که ملای کتابای کنه والا پیدا میشه در پولیش میشینه. امو طرف دریور خانوز خوش است، در کدام زیارت میری اینی قدر کرایه است. او از دو طرف خوش میشه. سوداگرا و دکاندارا خبر میشه که میله جور شده. اله دیگه میله است، بازار است، بازار. اله ببر چیزایی تا مالدار واسه که بزغاله را محکم همونجا گرفته. باز برات میگه این زیارت که میایی یک ادومش چی برش میگه؟ ادومش ادوم میفهم؟ من چی معنا ایره چی طور اصطلاح پیدا کرده میگه ادومش ایسته. ادوم چی معنا؟ در لغت عربی ادوم قطقه میگه، البته یا میگه قطقیش هم ایسته. من چی معنا داره؟ باز دیگه ادوماش شروع میشه، خودش سرت میفرشه پس خودش میگیره، خودش سرت میفرشه پس میگیره. در بدر مزار نمیبینه کدام حالت روان است، شاید شمشیره را نمیبینه کدام حالت روان است. این کدام دین است؟ برو اینمین جا قبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. سری قبر پیغمبر آدم چی کنه؟ پیغمبر چی گفته؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد. الله قبر مرا بت جور نکنی که عبادتش کرده شوه، طواف از او شوه، استمداد از او طلب شوه، او را شفا دهنده بدانه، او را مشکل کشا بدانه. الله بت جور نشوه. یعنی بت چی را میگه؟ چیزی که حقیقت نداره تو شکلش الله نیست، معبود نیست، تو معبود فکر میکنی. مشکل کشا حقیقی نیست، تو مشکل کشا میبینی. چرا؟ اگر قبر پیغمبر باشه این معاملات قطعش جایز است؟ قطعا نه. برو که نمازخوانی شروع شد مسجد در پالیش، مردم در پشتی قبر نماز خوان. در شهدای صالحین میخوانن نمیخوانن؟ در پالوی قبر. در شاید و شمشیره میخوانن نمیخوانن؟ و پیغمبر چی میگه؟ لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنتی الله سری. ایره در کدام وقت گفته؟ دمو زمانی که پیغمبر آخری حالت جان کنده نشسته که بعد از او از دنیا میره، در آخری موقع امت خدا تحذیر میکنه، امت خدا میترسانه که قبر پیغمبرها را مسجد جور
نکنه. او جای عبادت نیست، او جای دعا نیست که شما مشکل طلب بکنه. سعی کنه پیغمبر ما این چیزا میگه، مردم ما چی کرده رویسته. الله رحم بکنه. و ما انزل علی الملکین، تابعداری کردن از آن چیزی که نازل شده بود علی الملکین، بالای دو ملک، به بابل که در شهر بابل بود، هاروت و ماروت که دو ملک هاروت و ماروت بود. الله روان کرده بود که برای مردم فرق سحر و معجزه را نشان بده. خو این دو ملک هر وقتی که تعلیم میداد مسئولیت خود ادا میکرد. چی میگفتن؟ و ما یعلمان، تعلیم نمیدادن همین دو ملک من احد، هیچ کسی را، حتی یقول، تایی که اول میفرمودن میگفتن انما نحن فتنه، یقینا ما ذریعه امتحان هستیم. ما ذریعه امتحان الله ما را روان کرده، تو ده امتحان واقع میشی. چرا که هم سحر نشان میدیم تا هم معجزه را. خوی تو نشوه که تو با از سحر استفاده غلط بکنی، تو علی ساحر جور شوی. نه، ما که تعلیم میدیم صرف به خاطر که فرق ده بین سحر و کی شوه، معجزه شوه. سری تو اشتباه نبیا که کی ساحر است و کی پیغمبر. فلا تکفر، ای تو کفر نکو، مانایش فلا تسحر، سحر نکو. چرا که سحر چی است؟ کفر است. مسئولیت خود ادا میکرد. اینه می طور گفته بود که تو علی نعوذ بالله پشت سحر گرفته کفر کرده رایستی، باز گناه از وان نیست. الله تو را امتحان کرده. هر انسان در دنیا مختار است یا نه؟ رای حق هم وجود داره. بت کسی پرستش میکنم وجود داره. اگر در مسجد میره الله را پرستش میکنم چیست؟ موجود است و کلش اختیاری است. فیتعلمون، پس یاد گرفتن، فرا گرفتن، یاد گرفتن منهما از امید آروت و ماروت، ما اوتر چیزی را یفرقون به بین المرء و زوجه، یکی جدایی می آوردن توسط همو چیز در بین شوهر و زن. در بین همی سحر در جمله عمده ترین کارهایی که یا شروع کردن اینمی کارا شروع کردن که در بین زن و شوهر نفاق پرتن، نعوذ بالله خانه جنگی شوه. الله رحم بکنه. امروزم یا خو ساحرای کارا میکرد. امروز اگر مؤمن و مسلمان خدا میگه و در بین زن و شوهر نفاق مندازه، چی رقم نفاق مندازه؟ به شوهر میگه زنت ولا بیجای میگرده، به زن میگه که شوهر خود رفیق دیگه داره یکی، یا ای برش میگه که چی رقم شوهر داری، چی به درد میخوره، هیچ اینقدر پول و پیسه داره بری تویش نه طعام میاره نه میوه نه لباس. اینی را میگه جدا کردن. جدا کردن مطلقی دو فرد مسلمان این گناه عظیم است. خب باز زن و شوهر که جدا میکنی یک قدم بالاست. یک قدم بالا به خاطری است که جدا کردن زن و شوهر سبب ویرانی خانواده میشه، یک قانونی بستر از بین میبره، اولاد به سرنوشت میشه، در بدر میشه. از همون خاطر است که این عمل سختترین گناه است که قرآن در اینجا برای ما ذکر میکنه. شیطان لعین در حدیث میآید عرش خدا یا تخت خدا سری آب میمانه، لشکر خدا دعوت میده، روان میکنه که بره مردم گمراه کده بره. بعد از اینکه پس جمع میشه هر کدام کارگزاری خدا پیش میکنه به ابلیس لعین. یکیش میگه من فلانی را در زنا مبتلا کردم، دیگهش میگه فلانی را در دزدی دیگهش میگه در سود مبتلا کردم، دیگهش میگه در غیبت مبتلا کردم، دیگهش میگه در دروغ، دیگهش میگه در دزدی. گناه ها را هر کدامشان بیان کرده رویسته. خو ابلیس کله خدا شور داده رویسته که نه چیزی نتانسته. نه شاگردی واقعی من نیسته. باز یکیش میخیزه که دو نفر در بین خود به جنگ انداختم، دیگهش میگه که نه زن و شوهر با هم بگوی جدا کردم در جنگ انداختم. باز آفرینه در پشت اینمی دو افراد خود میزنه، میگه شاگردی واقعی ما شماسته، اینمی شماسته. یکی زیاد خوشی را از کسی که در بدعت کسی را مبتلا کرده باشه از اون بسیار خوش میشه. خب چرا که بدعت مردم ثواب میدانه، توبه است میشیش نمیکشه، همیشه دمو گناه است. از او خاطر اینجا الله امیر بیان میکنه که یهود با جای از اینکه کتاب الله را بخونه، از او تعلیم بکنه، بعد از او جنبه عملی بده که الله یار نیکبخت کنه. او کتاب الله خواندن سبب الفت و انس است، صمیمیت و امن است که یکی با دیگه یک با مثل چی اعضای یک بدن جور میشه، یا برخلاف ازی دینمی حالت رسیده. امروز یقین به الله بکنه اما حالت رسیده. زنار از شوهرها جدا نکرده، مؤسسای کفری امی تبلیغات نمیکنه. حقوق زن گفته تبلیغات سو در افغانستان حقوق مرد کی برآورده ساخته که حقوق زن برآورده بسازه؟ ها شما خو لیکن جدایی آمده.
یکی را یک نام مانده، دیگر دیگر نام مانده. در کدام سرحد ما را با هم جدا کرده؟ تنظیماست که پرسان نکن. در وزارت عدلیه در 500 تنظیم میرسه. هر کدام چی میخوایی برادرم؟ شما تنظیمات چی میخواه؟ اگر خدمت دین الله را میکنی یکی است. اگر میگی نه ما وطن خدمت میکنیم، خب کلگی وطن خدمت میکنه. کلشان یک شعار داره لیکن گروه ها مختلف است. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. خب و ما هم بضارین به. حالی اگر دنیا را سحر بگیره، آدم بیخی حواس باخته شوه، اینطور فکر میکنه که البته کلی کارای همی ساحرها معصر است. نه قطعا هیچ چیز، هیچ سبب بدون تأثیری که الله برش بندازه، بدون اراده الله تأثیر کده نمیتونه. و ما هم بضارین نیست یا ضرر رساننده به توسط همی سحر خود من احد هیچ کسی را الا باذن الله، مگر به امر فرمان الله. اگر الله فیصله تقدیر کرده باشه اثر گذار میشه. بعضی را الله نوشته کرده در تقدیر که سرینی آدم اینی سحر تاثیر میکنه، اونو وقت تاثیر میکنه. در غیر از او تا که الله اراده نکنه تاثیر نمیکنه. الله دیگه مزمتشان بیان میکنه. یک انسان باید چه قسم علم بیاموزه؟ علمی که در دنیا و آخرت به درد بخوره، یعنی که علمی که انسان تباه بکنه؟ کدام علم؟ قرآن کریم بیان میکنه و این قمچین یا تازیانه ادب در فرق سر ماست. سر ما و شما این قمچین میخوره. چرا؟ به خاطر که آن چیزی که سبب کامیابی دنیا و آخرت ماست برای از او پشت دادیم، هیچ نوع اهتمام برش نمی کنیم. مدرسه قرآن و حدیث در کجاست؟ در کابل. بگوی کدام مدرسه قرآن و حدیث که واقعا حقیقت قرآن و حدیث بیان شود نشان بده؟ وجود نداره. اما کورس انگلیسی چقدر است؟ ایج شمار در یک کوچه 4 کورس انگلیسی است. 4 کورس انگلیسی است. خب ببینیم الله برای ما چی میگه.